بعضی از مشتریامون بازوی چاق‌تر از حد نرمال دارن و ما هرچی تو قسمت سرشانه خورد میدیم بازم این برآمدگی بازو رو داریم. برای اینکه این مشکل رو حل کنیم راهکاری دارم که بهتون میخوام بگم. برای این مشتریا علاوه بر اینکه شما قسمت تاج آستین رو خورد میدید، حدود 1-2 سانت رو واگذار میکنید، بعد 7-8 سانت از زیر بغل به سمت جلو و 7-8 سانت از زیر بغل به سمت پشت رو دوباره چرخ درشت میدید و این نخ رو میکشید. وقتی که این خورد رو در قسمت زیر بازوتون میدین به این صورت، زمان دوخت دیگه مشکلی ندارین، قشنگ آستینتون اندازه لباستون میشه و این خورد در زیر آستین با اتو رفع میشه. حالا اگر که میخوای الگو سازیش رو هم یاد بگیری، کلمه الگو رو برای من کامنت کن.